بعضی ها رمز انداختن به گوشی خودشان که زنشان چک نکند. اما وقتی در خلوت میرفت به چیز نزدیک میشد که خدا نخواسته بود. خیلی با ارزش است. روز قیامت باز دنبال همین یک کلمه میگردی. اگر یک مسلمان این 5 تا علامه را دارد به معنای واقعی، اما روز قیامت الله جل مجدود تمام حسنات این را یک جا برباد می‌کند. 5 علامه را ببیند که آیا در سرزمین دلش وجود دارد یا ندارد. این 5 تا علامه اگر در وجود یک مؤمن هست، اگر یک مسلمان این 5 تا علامه را دارد به معنای واقعی مؤمن هست، و اگر این 5 علامه در وجود ما نیست، اگرچه نماز میخوانیم بفهمیم مؤمن خوب نیستیم، اگرچه روزه میگیریم بفهمیم مؤمن خوب نیستیم، اگرچه زکات میدهیم بفهمیم مؤمن خوب نیستیم. کسی اگر میخواهد خود را فیلتر کند، ایمان خود را فیلتر کند و بشناسد که من مؤمن کامل هستم یا نیستم، این 5 علامه را در بدن خود جستجو کند. این 5 علامه را ببیند که آیا در سرزمین دلش وجود دارد یا ندارد. علامات المؤمن 5. علامه های مرد مؤمن راست، مرد مؤمن صادق، مرد مؤمنی که الله اون را مؤمن خطاب کرده و الله اون را مؤمن میداند و الله اون را به بنده مؤمن خودش قبول کرده. این 5 علامه را باید داشته باشد. اولش چقدر قیمتی سی. اول علامش من خودم به این ارزیابی کردم، هنوز خودم به این برابر نیستم. الله رب العزت و الجلال این توفیق را به ما و شما نصیب بگردانه. کی علامه در بدن ما پیدا شد؟ حالی که گفتم جوانان خودشان میفهمند که ما واقعا به این درجه اول ایمان داخل شدیم یا نشدیم. اولین علامه علما میگویند اولین علامه مؤمن الورع فی الخلوه، تقوا در تنهایی، تقوا در خانه تنها، تقوا با موبایلت که تنها شدی، تقوا با لپتاپت که تنها شدی، تقوا با واتساپت که تنها شدی، اونجا معلوم می شود. تقوا اونجایی که تو را مردم نمی بینن، تقوا در کوچه‌ای که مردم تو را نمی بینن، تقوا در دکانی که کس تو را نمی بینن، تقوا در خانه‌ای که کس تو را نمی بینن. الورع فی الخلوه، اولین علامه مرد مؤمن، اولین صفت مرد مؤمن الورع فی الخلوه، در خلوتها، در تنهایی ها آیا ترس خدا در وجودش هست یا نیست؟ حال خودت ارزیابی بکن، آیا فیلم مبتذل دور از چشم مردم تماشا میکنی یا نمیکنی؟ آیا موسیقی در خلوت میشنوی یا نمیشنوی؟ آیا پیام و چت با ارتباطات حرام در خلوت داری یا نداری؟ در واتساپ خود حرامکاری میکنی یا نمیکنی؟ با فیسبوک خود حرامکاری میکنی یا نمیکنی؟ در خلوت پیش روی مردم که همه شیخن، هیچ کسی دوست ندارد گناهش را مردم ببینه، همه تلاش میکنه حتی گناهش را از زنش بپوشاند. حتی بعضی ها رمز انداختن به گوشی خودشان که زنشان چک نکند، اما یک کس چک میکنه. بلند من چند بار ایره خواندم الم یعلم بان الله یرا. آیا انسان نمیداند که یک ذات میبیند؟ هر چقدر پنهان بکنی اون میبیند، آشکار میبیند. هر چقدر رمز بیاندازه رمزها را میخواند، از پیش اون چیزی پنهان نمیشود. اولین علامه عزیز دل من، تو در روز عید قرار داری، آمدی از راه دور که چیزی ببری، آمدی که این گوشت ها آرامت نکردن، بیا که کلام ها آرامت کنند. چیزهایی که واقعا گم شده ای مؤمن هست، واقعا قیمت دارد، واقعا در گرانبها هست، اگر این را عمل کردی و آوازه گوشت کردی، بدانی از همین لحظه آرام میشی، از همین لحظه به گم شده های خود میرسی،
از همین لحظه اضطراب و بیقراری میرود کنار. الورع فی الخلوه، تقوا و پرهیزگاری در جایی که خدا ببیند و دیگران نبیند. تقوا و پرهیزگاری در جایی که خدا میبیند ولی دیگران نمیبیند. اینجا مهم است. حضرت یوسف نشد تا زمانی که تقوا در کجا نکرد؟ در خلوت. پشت 7 در بسته، پشت 7 در بسته یوسف در اونجا به الله نشان داد که خدایا دوستت دارم، خدایا برای تو همه چیز را پشت پا میزنم، پروردگار برای تو شهوت خود را له میکنم، برای تو نفس خود را میشکنانم، اما تو را به دست میآورم. من تنها یوسف پیش مردم نیستم، من تنها یوسف جلوه برادران خود نیستم، من تنها یوسف پیش یعقوب نیستم، من یوسف هستم که در خلوت هم برای تو نشان میدم که بنده تو هستم. الورع فی الخلوه ارزش نداره؟ خیلی قیمت است، خیلی قیمت است. این نمیتونی با پول بخری اگر توفیق خدا نصیبت نشد. این نمیشه با ثروت، با قدرت، با قوت، با زیبایی، با جمال، با قواره به دست نمی آید. الورع فی الخلوه، خیلی ها بودن در خلوت شکست خوردن، خیلی ها بودن در خلوت نابود کردن خود را. مگر نشنیدین حدیثی که من گفتم روز قیامت مرد را می آورد که آنقدر حسنات انجام داده، آنقدر نیکی ها کرده به اندازه کوههای بلند، کوههای تهامه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید به اندازه کوههای سفید تهامه، کوههای خیلی بلند حسنات آورده، از هر نوع حسنات، نماز، روزه، زکات، حج، همه را جمع کرده آورده است. اما روز قیامت الله جل مجدود تمام حسنات این را یک جا برباد میکند. یک جا مثل که به شاخی کارا باد میکنن، همین قسم الله همه را هباء منثورا باد میکنن. مرد حیران میماند. صحابه پرسان کردن یا رسول الله چه کسی هست؟ گفت این انسان مثل شما هست، شبها عبادت میکند، روزها عبادت میکند، اما یک مشکل داشت. مشکلش همیست که وقتی در خلوت دور از چشم مردم میشد از خدا نمیترسید. وقتی دور از چشم مردم میبود از خدا نمیترسید. در خلوتها ترس خدا نداشت، در خلوتها تقوای الهی نداشت. وقتی در خلوت میرفت به چیز نزدیک میشد که خدا نخواسته بود. حالا بیایم فیلتر بکنیم، به این صفت برابریم؟ آیا واقعا این صفت در وجود ما هست؟ آیا هنوز داخل گوشی ما معصیت هست یا نیست؟ اگر هست که از خدا بخوایم خدایا هنوز ما علامه ایمان رو پیدا نکردیم، هنوز علامه مؤمن بودن رو پیدا نکردیم. اول الورع فی الخلوه یادت نره عزیز من، خیلی قیمتی است، خیلی با ارزش است. روز قیامت باز دنبال همین یک کلمه میگردی و همین یک کلمه را الله با پیشت پیش میکند. نماز تو، روزه تو، زکات تو همه در جای خودش، این مهم است. پرهیزهای خدا را باید در نظر گرفت. اشارات قرمز و سرخ ترافیکی خدا را در نظر باید گرفت. نمی شود که از هر جاده به سرعت 120 میل عبور بکنیم. نه عزیز من، جاهایی هست که باید ترمز بگیری و بریک بکنی و الا سقوط میکنه انسان. این اشارات ترافیکی برای این است که سقوط نکنی، برای این است که تصادف نکنی، برای این است که خودت را نابود نکنی. الله هم اشارات ترافیکی دارد. اون چیزهایی است که خدا میگه به اون نزدیک نشو. الورع فی الخلوه، تقوای الهی در خلوت. دعا کن که خدا هم به من نصیب بگرداند، هم به شما نصیب بگرداند. این واقعا وقتی ایره میشنویم عرق میشه امون آبروی ما در پیشانی ما که واقعا این رو نداریم. ما واقعا هنوز این در بدن ما زنده نشد. پروردگار این را در بدن ما زنده بگردان که ما از تو در خلوت بترسیم، در جایی که هیچ کسی نبیند خدایا ترس تو در قلب ما نصیب بگردان. مثل همون داستان مرد بنی اسرائیل که از جایی رو عبور میکرد،
از جایی میگذشت دید که یک تابلوی سر یک خانه زده شده، در اون نوشته است که اینجا زن زیبا صورتی هست، اون زن هم جلو در دروازه نشسته هست، بالا تابلو زده شده هر کسی که 100 درهم دارد میتواند با این زن صاحب جمال و صاحب حسن زنا بکند. نعوذ بالله. این مرد عابد است، اما گول شیطان خورد. همین که آمد دید که این نوشته است این تابلو، این زن هم خیلی زیبا هست، چشمهایش خیره شد به حسن این زن. بسیار با سرعت برگشت تا چند روز تمام تلاش کرد تا این 100 درهم را به دست آورد. دوان آمد جلو این در استاده شد به زن، گفت این 100 درهم مال تو، بیا با من خلوت بکن، بیا با من خلوت بکن. هر دو رفتن داخل خانه، دروازه ها بسته شد، داخل خانه رفتن. پیش از این که شروع بکنن به این روسیایی، شروع بکنن به این بربادی، به این خواب بسری، یک بار زن دید که این مرد دستایش شروع کرد به لرزیدن، تمام وجودش میلرزد. چه شده؟ گفت کسی نیست، درها بسته است، پرده ها آویزان است، برای چی اینقدر ترس؟ از چی میترسی؟ این مرد گفت نمیبینی بیرون روشن است؟ زن گفت که آفتاب است. گفت نمیبینی که درختان میجنبند؟ گفت باد و شمال هست. این مرد گفت ای زن بدفطرت، تو نور آفتاب را میبینی، وزیدن باد را میبینی، اما نور خدا را نمیبینی. ترس خدا وجود مرا میلرزاند، هر چی تلاش میکنم کنترل بکنم نمیشود. خوف خدا وجود مرا گرفته. من این کار را نکرده بودم، اما شیطان گولم زد. الان خدا دل مرا بالا برد، بالا کش کرد. یادم آمد ترس خدا، یادم آمد محبت به الله، یادم آمد اون نجواهایی که در دلهای شب با الله میکردم. جوان فرق نمی کند عید است یا غیر عید، تقوا کار دارد. فرق نمی کند که در عید هستی یا بیرون عیدی، در جشنی یا در عروسی هستی، تقوای الهی هر جای کار دارد. یوسف قصر زلیخا هم فریبش نداد، در اوج نعمت ها فریب نخورد. جوان همه میگذرد، عید رفت، تمام شد، عروسی تمام میشود، اما خدا یکایک از این لحظات زندگی و دقایق زندگی از موت میپرسد. دروازه را باز کرد و فریاد زد و این جوان بنی اسرائیلی گریه کرده به کوچه ها میدوید. این زن گفت سبحان الله، این جوان تا هنوز گناه نکرده، بار اول است که به گناه نزدیک شد. این اندازه ترس خدا به قلبش است. گفت من فاحشه‌ای که صدها بار روسیایی کردم، صدها بار به الله پشت کردم، من از خدا نترسم. خدا از من پرسان نمیکنه، من بنده الله نیستم. تنها باید صوفی ذکر خدا بکنن، تنها باید تبلیغی یاد خدا بکنن، تنها باید عالم دعوت دین بکنن. نه عزیز دل من، این مسئولیت کل موتو است. جوان عزیز، الورع فی الخلوه. این زن هم همه چیز را جمع کرد، تابلو را از سر خانه خود پایین کرد، شروع کرد به گریه و زاری و نماز و عبادت و طاعت و در جستجوی این مرد شد. کوچه به کوچه این مرد و این جوان را جستجو میکرد تا اینکه رسید به جایی که آدرس خانه این جوان را برایش دادن. همین که رفت در خانه را زد، جوان گفت کیستی؟ گفت کسی هستم، کاری دارم. آمد دروازه را باز کرد، دید که همان دختر و همان زن یک بار چیغ زد، به زمین افتاد، جان به جان آفرید تسلیم کرد. الورع فی الخلوه، تقوای الهی در خلوت. عزیز دل من، پیش روی مردم که من گفتم بعضی ها خود را به ریش خود پنهان کردن، بعضی ها به عبا و لنگی خود را پنهان کردن، بعضی ها به حاجی بودن خود را پنهان کردن. نه، الورع فی الخلوه، اولین علامه ایمان و مؤمن بودن ترس خدا در خلوت، ترس خدا دور از چشم مردم. دو و صدقه فی الغله، وقت صدقه دادن که ناتوان باشی،
وقت صدقه در راه الله بده که پول نداری، این مقدار ناچیز به دستت هست، همین را هم در راه خدا صدقه میدی، این دیگه شجاعت میخواهد، این اوج ایمان را نشان میدهد، اوج تقوا را نشان میدهد که آنقدر تو الله را دوست داری. اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم در وقت ناداری خودشان همون چیزی که داشتن در راه الله میدادن. حتی انصار مدینه زنان خود را طلاق کردن، گفتن به برادران مهاجرین خود میدهیم این را. اوج تقوا و پرهیزگاریشان بود. زمین خود را نصف کردن، نان خود را نصف کردن. یک روز کسی به رسول صلی الله علیه و سلم یک عبای آورد، یک چپن پشمینه در هوای سرد زمستان. یک صحابی گفت یا رسول خدا امیر را به من نمیدی؟ در حالی که پیامبر سخت نیاز داشت، شدید نیاز داشت به این عبا. خود نبی علیه السلام چیزی در بدن مبارکشان نبود. پیامبر بدون توقف، بدون اینکه چیزی بگوید، بدون اینکه ناراحت بشود، عبا را از شانه خود کشید به سر شانه صحابه انداخت. صدقه دادن این علامه ایمانه. و علامت المؤمن خمس: الورع فی الخلوه و الصدقه فی الغله. در وقت تو نداری. اونایی که ثروت دارن که دادنشون کمال نیست، اونایی که میلیون دلار دارن، $1000 اگر صدقه در راه خدا میده کمال نیست، دارن دیگه، ولی پیش خدا محسوب میشه، ولی اون صدقه هست. اما اگر اون مرد فقیری که 1000 افغانی دارد 500 در راه خدا صدقه میده، این دیگه کمال ایمانش است، این کمال تقوا و پرهیزگاریش است.